ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله ليخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. صدق الله مولانا العظيم. امشب بسیار جای خوشحالی هست برای این بنده ناچیز و طلبه کوچک که الله تعالی توفیق عنایت کرد در خدمت مدیران مدارس، اصحاب مدارس در استان سیستان و بلوچستان، در جلسه‌ای که امروز در مدرسه جامعه حرمین شریفین در محضر حضرت مولانا حفظه الله تعالی داشتیم. امشب به دیدار شما، ملاقات شما در این مسجد جامع و خانه خدا مشرف شدیم و این نشست امشب من در رابطه با جلسه‌ای که سال گذشته در این مسجد جامع در رابطه با فارغ التحصیلان بود و ما هم توفیق حاصل کردیم که به چابهار بیاییم که در این جلسه نورانی و مبارک شرکت کنیم. با همراهان و متاسفانه ما از جلسه در روز جلسه محروم شدیم. جلسه در تهران بود و سروران و بزرگان اصرار کردند که شما در این جلسه شرکت کنید. با اجازه حضرت مولانا ما رفتیم که در اون جلسه شرکت کنیم و این نگرانی و رنجش تو در قلب، اثری در قلب ما باقی ماند که توفیق حضور در محفل شما و مجلس نورانی فارغ التحصیلان نداشتیم. امشب الله تعالی این توفیق نصیب کرد که با هم بشینیم و به یاد رب العالمین مشغول باشیم و به یاد اون مقصدی مشغول باشیم که الله تعالی ما را برای آن آفریده و جهانیان را برای همان خلق کرده است.
گرچه در محضر حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا حفظه الله که استاد سخنند و خطیب توانند و دیگر اساتیدی که اینجا هست و شما مردم عزیز مشکل هست، ولکن از الله تعالی مدد میگیرم و آنچه که رضایت پروردگار هست، خوشنودی رب العالمین حاصل میشه، به این بنده ناچیز نفع و سود برسه و به شما مردم عزیز امیدوارم که الله تعالی به ذهن و بنده القا بکنه و به زبان ناقص بنده جاری بگرداند. درخواست دارم به این دعا همه آمین میگید که پروردگارا همه ما نیازمند رحمتهای تو هستیم و محتاج نظر لطف تو و تو با فضل و کرمت همه ما را زیر نظر لطفت قرار بده و رحمتهای خاصت را در این لحظه که در این مسجد نشستیم و بعد از این لحظات رحمتهای خاص خودت را بر ما نازل بفرما. نگاه رحمت تو و نظر لطف تو و کرم تو و گوشهی از نگاه رحمتت اگر بر ما بیفتد، مقصد من که حاصل کردن راه توی است و توفیق بندگیت هست و رسیدن به رضایت و خوشنودی تو که هدف بندگان در طول تاریخ بوده و ما در آن حد نیستیم، برای ما ره کشا خواهد بود و ما را به مقصد خواهد رساند. اصل پروردگارا ربا نگاه رحمت تو هست و این سخن و جلسه و همه اینا بهانه است تا راه تو حاصل بشه و مسیر خوشنودی تو به دست بیاید. درود ختم بفرمایید. سرورانم، الله رب العزت به من و شما بسیار احسان کرده است. الطاف الهی و نظر لطف پروردگار انقدر شامل حال ماست و شامل حال همه جهانیانه. رحمت پروردگار عامه و الله رحمانان و رحمان از صفتهای بزرگ پروردگار و صفت اختصاصی و خصوصی پروردگار است. چنان رحمتش گسترده است که همه جهانیان و همه عالمیان از رحمت پروردگار و از فیوزات رب العالمین و فیض خدای عزوجل بهره‌مندند. همه جهانیان رحمت پروردگار، رحمت ارحم الراحمین، رحمت رحمان چنان فرا گرفته که هر جا مخلوقی هست و موجودی هست از این رحمت بهره‌منده، هم مسلمانان در دنیا و هم غیر مسلمانان. همه جهانیان از رحمت بی پایان پروردگار، از رحمت وسیع رب العالمین بهره‌مندند. و الله رب العزت وقتی همه جهانیان، هر گروه و هر دسته و هر فرد و افراد اگر بخواهند نعمتهای پروردگار را بشمارند و حساب کنند نمیتوانند. نعمتهای الهی را شمارش بکنند و به آخر و انتهای نعمت پروردگار برسند. و این تعدوا نعمت الله لا تحصوها، این خطاب مؤمنین تنها نیست بلکه خطاب همه جهانیانه، چرا که
آنچه که قبل از این آیه بیان شده رحمتایی هستند که شامل حال همان. اما او رحمت را که نعمت را که بنده میخوام خدمت شما عرض کنم، او رحمت خاصه که الله تعالی به مؤمنان عنایت کرده، به اهل ایمان، به اهل توحید، به اهل اسلام و به مسلمانان، به امت اجابت رحمت للعالمین، امام النبیین، سید المرسلین صلی الله علیه و سلم الله عنایت کرده. این نعمت ها نعمت بزرگی الله تعالی به امت ما عنایت کرده است. الله به ما اون نعمت را داده که این نعمت را به جهانیان نصیب جهانیان نشده است. ماشاءالله. امروز بسیاری خیال میکنند که الله تعالی بالاترین نعمت ها را به غیر مسلمانان داده. بسیاری در آن فکرند و افسوس میخورند و آب از دهنشون پایین میآید وقتی نعمت های امریکا را فکر میکنند. تکنولوژی پیشرفته، صنعت پیشرفته، آبادی شهرهایشون و دلارهای زیادشون، سرمایه بزرگی که به دست آوردن. بسیاری خیال میکنن که بالاترین نعمت و بهترین نعمت همانی که در دست امریکایی هاست، در دست اروپایی هاست، در دست غربی هاست. وقتی شهرهای تر و تمیز اونها را میبینند، وقتی ساختمانهای شیک اونها، برجهای سر به فلک کشیده اونها، وقتی پارک ها و جنگل ها و درخت های فضاهای سرسبز اونها را میبینند، خیال میکنند که بالاترین نعمت همینه که به اینها رسیده. غربی ها، اروپایی ها، ژاپنی ها، چینی ها، روسی ها خیال میکنند که بهترین نعمت به اینها رسیده و اینها سعادت مندند، اینها دارای حظ عظیمند، اینها دارای حظ بزرگند. در حالی که این قضاوت اشتباهه و این خطای بزرگه و این زلالت بزرگی است کسی این فکر بکنه. بلکه بالاترین سرمایه، بالاترین ثروت، بالاترین دارایی، بالاترین امکانات امانی که الله تعالی به مسلمانان داده است. به آن خدای سوگند که جان همه ما در قبضه قدرت اوست، همه این نعمتها در مقابل تنها قرآن عظیم الشان که الله به ما داده ناچیزه. الله همین فرموده است: قل بفضل الله و برحمته هو خیر مما یجمعون. فضل پروردگار و رحمت خدای عز و جل که از رحمت پروردگار جلوتر تذکر قرآن عظیم الشان است. این بهتری از آن چیزی که مردم دنیا جمع‌آوری کردند. او ثروت‌های مردم ناچیزی در مقابل ثروت‌های همه مردم دنیا، ناچیزی در مقابل این ثروت معنوی، این کتاب آسمانی، این کتاب بی نظیر، این کتاب دلپذیر، این کتاب انسان ساز که انسان میگرداند و انسان ولی الله میگردانه و انسان به خدا میرسانه و انسان به جنت فردوس میرساند و انسان نمونه میکنه و انسان الگو میسازه برای جهانیان. او کتابه که در هر بخش از این کتاب مراجعه بکنه، چه در بخش اعتقاد توحید به ما تعلیم میدهد که این توحید تنها یک بخش از این کتابه. اعتقاد صحیح به ما تعلیم میدهد که در مقابل همه نعمتات تنها اعتقاد بالاتره. عمل کرده به ما تعلیم میدهد که او عمل کردش نظیر نداره.
و عمل کردی است که انسان محبوب خدا میگردانه و مقرب خدا میشه با این عمل کرده درست. اخلاق تعلیم میده که در واقع توسعه انسان، توسعه یافتگی تک تک افراد انسان و مسلمان و شاگرد مکتب قرآن میتونه دنیای ارزش داره. امروز توسعه را اینا اطلاق میکنن بر سروران گرامی پیشرفت های دنیا، مسائل دنیوی. کشورهای توسعه یافته او کشورهایی هستند که از لحاظ صنعت، از لحاظ تکنولوژی، از لحاظ امکانات در سطح بالان و توسعه یافته اون کشورهایی است که توی اونها آزادی و تحمل و برداشت. اما بالاترین توسعه یافتگیانه که انسان به اخلاق، مکارم اخلاق برسه و رذایل اخلاقی از انسان دور بشه و انسان از لحاظ اعتقاد و از لحاظ ایمان و از لحاظ عمل کرد مسیر صحیح و مسیر درستی را طی بکند. که عرض کردم این بالاترین ثروت و سرمایه است. انسان بشه و انسان محبوب خدا بشه و انسان الگو بشه در دنیا و نمونه بشه. این مصداق واقعی توسعه یافتگی است. ما اگر بررسی بکنیم کل تاریخ بشر را، بهترین توسعه یافتگی، بیشترین پیشرفت عصر حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، عصر صحابه و عصری که اهل بیت و صحابه در خدمت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم بودند. خلفای راشدین بهترین عصر بود. واقعا او توسعه از باب سیاسیش بگیریم، تحمل و دیگران بگیریم، و چه از باب اقتصادیش بگیریم، و چه از باب هر نظری ما این را مورد توجه قرار بدیم و بررسی بکنیم، میبینیم و آزادی که در اون عصر بود. صحابه شما نمیتوانید در ادوار بعد و زمان قبل و بعد او سعی صدر و تحمل دیگران و پیشرفت‌های مادی و معنوی، ظاهری و باطنی را شما پیدا بکنید که در اون عصر پیشرفته بود و در اون عصر انسان‌های نمونه بود، چون آنها عامل به قرآن عظیم و شان بودند. قرآن کتابی است که نه تنها ایمان و عمل کرده درست آموخته و اخلاق کریمانه آموخته و اخلاق بی‌نظیر آموخته است. قرآن کتابی است که همه حقوق انسانها را به ما متذکر شده، از والدین گرفته که بالاترین حق دارند و بعد از توحید پروردگار و حق رب العالمین که ایمان به خدا، حق والدین مطرح شده است. بلکه قرآن عظیم الشان بقیه حقوق انسانها را هم از عبادت مقدم قرار داده، حتی از نماز و زکات. و اذا اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا. الله تعالی عهد گرفت از بنی اسرائیل در کتابای گذشته و یاد از ما هم هست که الله را عبادت کنیم بغیر از خدا، کسی را عبادت نکنه. عبادت همه منحصرا به پروردگار و تنها خدا معبوده و تنها خداست که لایق پرستش و پرستش از آن رب العالمین، حق خداست. و با والدین احسان بکنیم، نیکی بکنیم، سعادت نصیب بشه که خدمت والدین بکنیم، رضایت والدین داشته باشیم. والدین بالاترین حق بر فرزند دارن و اولی کسی که بعد از حق خدا حقش بر گردن ماست والدینان. و ذی القربى والیتامی والمساکین و قولوا للناس حسنا و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة. همه حقوق انسانها را که امروز حقوق بشر مطرح میکنه و امروز مجامع بین المللی و بسیاری از کشورها از حقوق بشر صحبت میکنند. حقوق بشر سازمان ملل پیگیری حقوق انسان است. همه حقوق ها بهترینش که متوسط و میانه، نه در حقوق بشر افراط و نه در حقوق بشر تفریط.
آن را قرآن عظیم الشان بیان داشته و حتی از نماز حقوق انسان ها را مقدم کرده و از زکات هم حقوق انسان ها را در این آیه مقدم الله ذکر کرده. معلوم میشه که حق انسان سنگینه. اگر شما شب و روز کسی الله را بندگی بکنه، هر سال حج هم بره، عمره هم بکنه، همه خوبی‌ها را قرآن تلاوت کنه، ولی حق مردم تلف بکند، مال مردم بخوره، مردم آزاری بکند، مردم برنجانه، به مردم تهمت بزنه، به احترامی بکنه، حقشون را ضایع بگرداند، انسان گرفتار جهنم خواهد بود. نماز نمیتونه او را نجات بده، زکات نمیتونه او را نجات بده، چرا که حق مردم برگردانه شد. و حدیث در این باره فراوان هست عزیزان من که بسیار روز قیامت می آیند و ثواب کثیر و اعمال بزرگی دارند، به بارگاه رب العالمین می آیند، صاحبان حقوق می آیند و همه نیکی های او را بر می دارند، می برند. وقتی نیکی ها تمام میشه، گناه های مردم برگردنی و می افتاد و او را توی جهنم فرط می کنند و داخل می کنند. حقوق انسان سنگینه، حقوق زن و بچه، حقوق خویشاوندانه، حقوق اقرباست، حقوق همه انسان ها، همه انسان، حتی در انسان ها مسلمان و غیر مسلمان داخل. حقوق حیوانات اسلام تاکید کرده و در همه زنده ها اجر گردانیده، ثواب قرار داده. اگر زندگی را یکی نجات بده و برای زندگی کسی خدمتی انجام بدهد، همین عزیزان من در اسلام خیلی ارزشمنده، مایه مغفرت میشه. برای سگ الله تعالی یک مجرم و گناهگاری را به جنت بردن که بر سگ ترحم کرد و او را تشنه بود آب داد، و کسی را به خاطر گربه‌ای که بر او ظلم کرد او را از گرسنگی کشت و تشنگی کشت و از عملش ظاهرا صالح بود، الله او را گرفتار جهنم کرد. او خدایی که برای سگ نجات میده، برای گربه به جهنم میفرسته. چقدر ارحم الراحمین است. حقوق انسان چه؟ اگر کسی بر انسان ظلم بکنه، جنایت کنه، جبر بکنه، انسانها را اذیت برسانه، آزار برساند، حقوقشون ضایع بکنه، کرامت اونها را در نظر نگیره، حرمت انسانها را حفظ نکنه، حقوقشون را ضایع بگرداند، او را عمل نمیتونه نجات بده، او را تلاوت قرآن نمیتونه نجات بده، او را سروران گرامی ذکر لا اله الا الله بکنه، نمیتونه نجات بده. به اقتضای لا اله الا الله عمل نکرده، به اقتضای تلاوت و قرآن عمل نکرده است. و لحاظا چنان شریعت پیش رفته، چنان کتاب پیش رفته، چنان دین مترقی الله تعالی به شما عنایت کرده است که بالاترین سرمایه و بزرگترین ثروت ماست. بیاد قارون افتادم که الله به او خزانه بزرگ عنایت کرده بود. قرآن تذکره دشمنان حضرت موسی را کرده که حضرت موسی به 3 کس الله تعالی می فرماید فرستاده شد. ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا و سلطان مبین الی فرعون و هامان و قارون فقالوا ساحر کذاب. 3 کس حضرت موسی را مقابله کردم و حضرت موسی الله میگه من به همین 3 کس فرستادم. فرعون صاحب قدرت بود، هامان معاون و وزیر او، و قارون صاحب ثروت بود و ثروت کلانی را الله تعالی به ایشون داده بود که قرآن میفرماد یک جماعت قویه اگر میخواستن کلیدهای خزانه او را بردارند هم عاجز میشدند و بر اونها گران میشد. و روز قارون با خزانه و امکانات و داراییش را به نمایش گذاشت. همه مردم تماشا کردند. قارون بیرون آورد امکانات خودش را و دارایی خودش را تا به مردم نشان بده، تا بر مردم برتری بجوید. مایه تکبر میشه. هم متکبر بود قارون، هم بخیل و بدبخت بود و از مالش در راه خدا صرف نمی کرد. نصیحت کرد او را بنی اسرائیل که از این مال تو برای آخرتت بفرست و ذخیره کن و
این مال خدا به تو داده، سهم آخرت فراموش نکن. او گفت که این مال من با علم و دانش خود و تجربیات خود کسب کردم. والله ناراض شد از این کلمه. والله گفت که خیلی رها را با امکانات بیشتر هم به هلاکت رسانده و تباه کرده است. و قارون چرا درس نمیگیری از اونها، عبرت نمیگیری که قدرت و جماعت بیشتری داشتن؟ وقتی امکانات قارون دیدن، بسیار مثل همین مسلمانان امروز، اونم مسلمان بودن اما مسلمان سطحی، مسلمان بی علم، مسلمان بی دانش بودن. وقتی که امکانات قارون دیدن گفتن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ. ای کاش اون آنچه که قارون داره ما داده می شدیم. قارون صاحب بهره بزرگه، همانطور که امروز بسیاری میگن امریکایی ها صاحبان بهره بزرگن، اروپا صاحب بهره بزرگه، صنعت آلمان و ژاپن یاد میکنن و حسرت میبرن. اینا یاد کردن گفتن که قارون صاحب حظ بزرگه. اما علما اونها را گفتن، اندیشمندان که آیه مردم گفتن که شما حسرت نخورید، افسوس نخورید، ثواب الله تعالی، ثواب آخرت و اعمال دینی و هدایت به مراتب بهتری از آن چیزی که قارون داده شده است. اما وقتی قارون الله با خزانه و امکاناتش همه در زمین با منزل و دارش، قرآن میگه فخسفنا بهی و بداره الارض، با منزل و تمام امکاناتش وقتی به زمین فرو رفت و خسف شد، الان متوجه شدند و بیدار شدند، گفتن شکر خدا را به جا آوردن که ما خزانه قارون داده نشدیم و الا ما مثل قارون هم خسف شده بودیم. الان متوجه شدن که اصل چه اعمالی است. اعمال باید نیک باشه، اخلاق باید نیک باشه، کردار نیک باشه، رفتار نیک باشه. این سرمایه سرمایه بزرگی است، سرمایه ثواب، سرمایه اجر، سرمایه نیکی، سرمایه طاعت، سرمایه بندگی، بالاترین سرمایه ها. عزیزان من، این ثروت کلان. افسوس است که امروز مسلمان قرآن عظیم الشان در اختیار داره و تعلیم زیبا و بی نظیر و بی مانند رحمت للعالمین در اختیار خود دارد. این هدایت را در اختیار داره، ثروت را در اختیار داره، سرمایه را در اختیار داره. مسلمان امروز با ناکامی روبرو باشه، با مشکل روبرو باشه، مسلمان غمگین باشه، مسلمان احساس ناکامی بکنه، مسلمان در استرس باشه، اضطراب باشه، نگران باشه و پریشان باشه. افسوسه اگر مسلمان وارث رحمت للعالمین هست، مسلمان وارث ابوبکر صدیق و عمر فاروق و عثمان غنی و علی مرتضی، یعنی همون دینی که اونها داشتن همون دین برای ما گذاشتند و رفتند. قرآن به دست اونها بود، تعلیم زیبای حضرت رسول صلی الله علیه وسلم در دست اونها بود. اونها رفتن و ما وارث اون نعمت شده ایم که اگر ما این نعمت به کار ببندیم به همونها نزدیک میشیم. سرمایه‌ای که غلامها را به کجا برد و رساند، به چه مقام بلال حبشی، صہیب رومی، عمار بن یاسر، سمیہ و امثال اینا غلامان و کنیزان عصر آن حضرت صلی الله علیه وسلم و صحابه وقتی به این دین عمل کردن چقدر محبوب رب العالمین شدن، چقدر ارزش پیدا کردن، چقدر درخشیدن، چقدر نام نیکشون تا امروز مانده و تذکره اونها مانده و محبتشون در رگ و ریشه دلهای ما وجود دارد. و ما اگر سرمون به تربت و خاک اونها بیفته انسان گریه میکنه. بیاد افتادم که سفری به استانبول ترکیه بود و بالاخره در برنامه گفتیم که
قبر حضرت ابو ایوب انصاری را زیارت بکنیم. و این اشتیاقی بود، طلبی بود و یکی از انگیزه ها شاید همین بود سفر که بهرحال ما سفری میکنیم اونجا جلسه و کنفرانسی بود و ما بتوانیم از قبر اون انسان ارزشمند که جمال جهان آرای چهره زیبای حضرت رسول تماشا کرده و او انسان وارسته که میزبان رحمت للعالمین بود، میزبان صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه بود وقتی هجرت کردند و وارد شهر مدینه شدند. این انسان چه اندازه انسان استثنایی، چه اندازه انسان ویژه و چه انسان والا مقامی است. و هر اندازه دل آدم سخت باشه ولی بالای قبر ابو ایوب انصاری انسان متاثر میشه و انسان ببینه سبحان الله این یار حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و صحابیان حضرت کجا آمده، مدفنش کجایه، مقبرش کجایه، از کجا به اینجا آمد، برای چه آمد اینجا، چه چیزی را طلب کرد، برای پست آمد، مقام آمد، موقعیت آمد، برای مال آمد، برای ثروت آمد، برای چه چیزی این محبوب آن حضرت و محب آن حضرت، عاشق آن حضرت این آمده اینجا دفن شده است. و انسان غربت ابو ایوب انصاری غریب نیستن، همه دنیا می آید، از هر جا بیاین عرض سلام میکنن، ولی این که از مدینه جدا شده، از جنت البقیع جدا شده و اینجا آمده، واقعا بسیار آموزنده. اگر کسی از ما فکر بکنه و ببینه سبحان الله ابو ایوب انصاری اینجا دفنه، اینجا برای چه آمده؟ برای نشر دین، برای جهاد فی سبیل الله آمد. اینجا آمد که مردم استانبول و مردم قسطنطنیه اون روز و مردم اون دیار را نجات بده از آتش جهنم. آمد تا رسالات آن حضرت و پیام های دینی را اینجا برسانه، آمد تا اذان دین را اینجا بدهد و تکبیر دین را اینجا بگوید و دین بیاموزد. او دینی را که صحابه به همه جهانیان رسوندند و به همه مسلمانان به همه رسوندند و سبب اسلام مردم شدند. اونایی که به کرمان آمدند و به جبال بارز آمدند، به مکران آمدند و به دیگر دیار رفتند و دین را به مردم عرضه کردند و مردم در اسلام داخل کردند. با عمل کردشون نشان دادند که دین بر حق، دین در زندگی اونها قرآن پیاده بود، زندگی اونها نمونه از قرآن، نمونه از زندگی رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم بود و اونها محبوب خدا و حبیب خدا بودند. لحاظ این ثروتی الله به من و شما داده، چرا من و شما امروز مسلمانان ناکامان؟ مسلمانان در عرصه های سیاسی و در عرصه های فرهنگی و در عرصه های جهانی، چرا مسلمان امروز متفرقه و مسلمان فراکنده است، متشتت، دچار تفرقه است و نمیتونه مسائل خودش را امروز در عرصه های جهانی حل بکنه و تا اینکه مشکلات جهان حل بکنه. اگر امروز ما عامل به قرآن بودیم، عامل به حدیث و سنت و تعلیم زیبای رحمت للعالمین، انسان پیش رفته و انسان مترقی و انسان مقرب بارگاه پروردگار که تا آنجا رفت که هیچ بشر و انسانی را الله تا آنجا نبرده بود و تا آنجایی که جبرائیل امینم نتوانست همراهی بکنه. آن از شب معراج رفتن، همانطوری که در روایات آمده و از آیای قرآن اشارات موجوده. این انسان اگر زندگی و شخصیت در زندگی ما بود و اگر ما عامل به قرآن بودیم و اگر ما این گنج و خزانه و ثروت را امروز بهره برداری کرده بودیم، ما مشکلات جهانیان حل می کردیم، ما مشکلات غرب حل می کردیم، شرق حل می کردیم، ما می توانستیم راهنما باشیم برای جهانیان و جهانیان تحت تاثیر ما قرار بگیرند
و ممنون ما باشند و از ما تشکر کنند. اگر ما سروران گرامی عامل بودیم و ما به شریعتمون، به دینمون، به آیینمان، به دستورمان عمل می کردیم، امروز ما می توانیم که سیادت کنیم بر دنیا. و ما احترام کسب می کردیم به آل جهان و آل جهان جهانیان ما را تعظیم می کردن و به ما ادای احترام می کردن، همانطور که در صدر اسلام اینطور بود. اما جای حسرت هست که ما امروز علاج دنیا را داریم، علاج مشکلات دنیا با ماست و به خدا قسم حل مشکلات همه دنیا و همه جهانیان در قرآن موجوده، در زندگی رحمت للعالمین موجوده، در زندگی صحابه موجوده، در زندگی اهل بیت موجوده. اما افسوسه که ما نتوانستیم مشکلات خودمون را حل بکنیم و مشکلات جهانیان هم از کجا میتوانیم حل بکنیم. علاج دنیا امروز با ما نسخه موجوده، با ما نسخه موجود است که هر کس این نسخه را تجربه بکنه و عمل بکنه، الله او را مشکلات دنیا و آخرت او را حل میکنه. با ما تعلیم موجوده که این تعلیم خاک را گوهر میکنه، انسان ارزش میده، انسان ترقی عنایت میکنه، به انسان بالندگی عنایت میکنه اگر این نسخه را ما به کار ببریم. و افسوسه که ما نتوانستیم مشکلات خودمون را جهان اسلام، عالم اسلام حل بکنه و نه مشکلات دیگران را، بلکه منتظره که دیگران ناجی برای او بیاید. ناجی تو بودی مسلمان، ناجی مسلمان بود، الان ما منتظریم که ناجی از غرب برسه برای ما مسلمانان یا از شرق برسه، اختلاف ما را و مشکلات ما را حل بکنه، در حالی که این حل این مشکلات با ما موجوده. عزیزان من، مشکل اینجاست که مسلمان امروز از کتابش فاصله گرفته، از تعلیمش فاصله گرفته. همه سرگردانی ها یه ماز آنجاست که ما از تعلیممان فاصله گرفته. امروز مسلمان نمیدانه احکام دین را، قرآن بلد نیست. این کتابه که کتاب رب العالمین، کلام خدای عز و جل، معجزه دین اسلام، دلیل حقانیت و سند حقانیت دین اسلام و سند حقانیت رسالت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم. ما گاهی این نکته را عرض می کنم که اگر جهانیان بر صداقت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم دلیل از ما بخوان حقانیت دین اسلام، ما هیچ نیازه به دیگه دلیل نداریم، ما قرآن میاریم مطرح میکنیم. میگه فاتو به کتاب من مثل، شما مانند قرآن بیاورید. شما یک سوره 10 سوره از قرآن بیاورید، شما یک سوره از سوره های کوچک قرآن اگر آوردید، حرف شما درسته، ولی شما نمیتوانید بیاورید. این سنده، چیزی که بشر نمیتوانه مقابله بکنه، بشر نمیتوانه، جن نمیتوانه، هیچ مخلوق نمیتوانه مقابله بکنه. قرآن عظیم الشانه، هیچ نیاز به دیگه دلیل نیست. بگیم مثل قرآن شما بیارید. شما هم ادبیات بلدید، شما هم دانشگاه ادبیات دارید، شما هم دکترای ادبیات عرب به مردم میدید، شما دانشگاه های دنیا، دانشگاه های پیشرفته بیارن، ادبا را همه جمع بکنند، آیا میتوانند مثل یک سوره درست بکنند؟ معجزه، دلیل حقانیت قرآن، خود قرآن دین اسلام، قرآن عظیم الشأنه. علاوه از این همون اخلاق و اعمال و دعا و رفتار رحمت للعالمین معجزه. و من گاهی همین دعاهایی که حضرت تعلیم دادن در احادیث میایم، انسان حیران میشه به جامعیت این دعاها، به خوبی این دعاها، به شستگی و رفتگی این دعاها، و میگه خود این دعاها معجزه از زبان صاحب معجزه بیرون آمدن. لذا سروران گرامی، بالاترین مصیبت
مردم عزیز، بالاترین مصیبت امروز برای مسلمانان فاصله از قرآن عظیم الشان. مشکلات عالم اسلام اقتصادی نیست، مشکلات عالم اسلام معضلات دیگر نیست، همه فاصله از قرآنه. اگر این فاصله جبران بشه و مسلمان به اصلش برگرده، به کتابش برگرده، مسلمان میتواند در دنیا رهبری بکنه جهان را. مسلمان میتونه نقش آفرینی بکنه. مسلمان اگر احکام خدا را زنده بکنه و احکام خدا زنده بشن در زندگی ما مشکلاتمون امروز متاسفانه ما نماز که یکی از ارکان مهم دینه و پایه دینه و ستون دینه، مسلمان امروز نماز ضایع میکنه. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیا. بعد از پاکان و انبیاء علیهم السلام و پیشوایان دینی کسانی جانشینی اونا شدن که نماز ضایع کرد. نماز اول الله ذکر کرده، نماز ضایع کردن، کاهل نمازی کردن، نماز قضا کردن، به نماز توجه نکردن، نماز دست کم گرفتن و دنبال خواهشات نفسانی رفتن، دنبال هواهای نفسانی. بعد از نماز معلوم میشه بالاترین خطر آنه که انسان دنبال هواهای نفسانی بره. نماز که ضایع بکنه معلوم میشه که نماز مرا از اتباع نفسانی جلوگیری میکنه. اتل ما اوحی الیک من الکتاب و اقم الصلاة ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر. نماز از فحشا و منکر، از خلاف شر من میکنه. در نماز عبادت مرکب از اعمال مختلف، تلاوت از ذکر، ادای احترام و تعظیم به پروردگار، قیام و قعود و رکوع و سجده داره. مجموعی عبادت را الله به نحو ترتیب داده که تاثیر گذاره برای اینکه از گناه من میکنه. الله چنان عبادت گذاشته که الله علیم و خبیر و لطیفه. خوب الله تعالی میدانه که چه چیزی میتونه از فحشا و منکر من بکنه و چه چیزی است که به فحشا و منکر انسان وادار میکنه. نماز او را جلوگیری میکنه. نماز دوایه، نماز علاجه از آنکه انسان از اتباع خواهشات نفسانی جلوگیری بکنه، نفس پرستی جلوگیری بکنه، از گناه جلوگیری بکنه. امروز نماز ضایع که بشه واتبعون الشهوات میشه، دنبال خواهشات نفسانی، لذات نفسانی، هواهای نفسانی میفته. امروز عصری سروران گرامی عصر هوا پرستی است که مردم نفس بندگی میکنن، بنده نفس شدن. امروز الله من و شما را نجات بده. هرچه که نفس میگوید همان انجام میدن. این بندگی نفسه. هر کس دنبال هواهای نفسانی بشه بنده نفسه. بنده نفس بنده خدا نیست. پول پرستان و مادیات پرستان و مال پرستان بنده الله نیستند، بنده مالن. تعس عبد الدینار و تعس عبد الدرهم. آن حضرت لعنت فرستادم بر کسی که بنده درهم و دینار بشه، یعنی درهم و دینار بندگی بکنه. هوا از هر راهی که پول برسه، ولو که مال یتیم باشه، مال مردم، این تصرف بکنه برخلاف فرمان الهی، این میشه پرستش نفس. پرستش شیطان یعنی همینی که مخالفت خدا را بکنه و راه شیطان کسی که ببره، این پرستشش. اطاعت از شیطان در مقابل اطاعت از الله، اطاعت از نفس در مقابل اطاعت از پروردگار، این پرستش نفس و شیطانه. و من الناس من یتخذ الهه و هواه. امروز سروران گرامی در دنیا هوا پرستیه، پول پرستیه، مادیات پرستی، مال پرستیه. بسیار مال پرستش میکنن، خدا را پرستش نمیکنن. بنده الله نیستن، بنده مالن. گرچه بنده به اعتبار معنی عموم همه بندگان شامل میشه، اما بنده خاص خدا کسی است که الله را بندگی بکنه. پول از راه حرام به دست نیارد و حقوق مالی را صحیح و درست ادا بکنه، زکات را و حقوق الناس پرداخت بکند.
این خدا پرستیه. دنبال خواهشات نفسانی نرود، آنجایی که الله حرام قرار داده او نره دنبال او کارا، دنبال زنا، دنبال فساد، دنبال معصیت. واتبعوا الشهوات، شهوات پرستش. امروز متاسفانه ما مسلمانان به جای رسیدیم که تشخیص دشمن برای ما مشکل شده. دوست و دشمن تشخیص نمیده مسلمان الله فراست ایمانی نصیب کرده و تیزبینی نصیب کرده، تشخیص خوب و خرابه به مسلمان داده وقتی مسلمان عامل باشد. و امروز مسلمانان دشمنانشون تشخیص هم نمیدن. بخش بزرگی از مسلمانان و ترفندای اونها و نقشه شوم اونها را هم نمیدانند. امروز دشمنان ما خوب وارد شدن توی بلاد اسلامی، به عنوان خیرخواه می آیند، دست خیرخواهی را درست می کنند، میگن ما با تروریسم میخوایم مقابله بکنیم، میخوایم افراطگرایی را مقابله بکنیم. مسلمان فریب میدن، این هدف دیگه دارن. توی کشورها می آیند، کشورهای ضعیف مثل افغانستان و غیره، میگن ما آمدیم برای امنیت شما. قرارداد امنیت با اینها منعقد میشه. میخوای افغانستان آباد بکنیم، پاکستان آباد بکنیم، ایران آباد بکنیم. اینا بخیلن، اینا ریالشون نمیدن، دروغ میگن. اینا راضی نیستن که کشورها قدرت حاصل کنن، توسعه حاصل بکنن. حتی توسعه علمی راضی نیستن که اینا داشته باشن. اینا میخوان همین طور نگاه بدارن. اینا برای اهداف دیگه میآیند. امروز اینا برای فساد میجنگن. امروز اینها در کشور اسلامی می آیند تا کشور اسلامی را به فساد بکشانند، به بیبندوباری، به گناه و معصیت. اینها دین ستیزی دارند، با دین می جنگن، دروغ میگن که اینها فلان هدف دارن، فلان هدف دارن. اینها همه هدفشون اینه که همه مثل اونها نفس پرست باشن، دنبال هواهای نفسانی برن. اینا دنبال آنن که همانطور که چادر زنان را در ممالک خودشون برداشتن، اینجا چادر از سر زنهای ما بردارند. اینا با این محورها که میلیاردها دلار مصرف میکنند دنبالن که مسلمان دنبال خواهشات نفسانی گرفتار بکنن به خواهشات نفسانی. مسلمان مشروب بخوره، مسلمان بیبند و بار باشه، مسلمان گرفتار هواهای نفسانی باشه، مسلمان گرفتار زنا باشه، زن مسلمان بی حجاب باشه، همانطور که اونا نمایش میدن بی حجابی را و برهنگی را و بیبند و باری را میخوان مسلمان به همین هواها. اینا برای هواهای نفسانی می جنگن، اینا برای بیدین بودن می جنگن. میخوان مسلمان مانند اونها بیدین باشه. تو این محورها که در خود کشور ما 150 محوره به زبان فارسی قابل دریافته، توی این محورها اینا چه میبازن، چه میکنن؟ اینا مسلمانان را به سمت فساد، مشروب می نوشی و شراب نوشی مسلمانان ترغیب میده. میخوام بعدی بکنه مسلمان اگر چادر برداری از سرش زن، اگر لباسش را کوتاه بکنه و تنگ بکنه و کم بکنه، چه اشکال پیش میاد؟ علیاذ بالله اینها در کشور اسلامی دنبالند، خصوصا در ایران ما و همه کشورها که دوست دختر و دوست پسر که از شعارهای اینهاست و از هوا پرستی اینها میخوان ترویج بکنن. میخوان قانون خانوادگی را آتش بزنن، زندگی راحت را از بین ببرن. حضرت مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه فرمودن در سفری که به امریکا داشتن برای معالجه رفتن، فرمودن که قدر اسلام زمان انسان میداند که بره اینا را از نزدیک ببینه. فرمودن اونجا هیچ زنی در اختیار شوهرش نیست. زن حتی اگر با دوستش، با دوست پسرش، با دوست مردش بشینه توی خانه و شوهر بیاید زنگ بزنه و او بگه که من حالا با دوستم نشستم، تو حق نداری که راحت من به هم بزنی.
و اگر او زنگ تکرار بکنه پلیس امنیت و زنگ برمی دستگیر میکنه که تو بی خود کردی که این راحت اینها را آزادی زنت را به هم زدی. و همینطور اگر شوهر نشسته باشه با یک دوستش و زن بیای زنگ بزنه بگه الان فرصت نه، الان برو تو وقت دیگه بیا. دختر همینطور، پسر همینطور. هیچ مادر و پدر اختیار دخترش را ندارن. دختر میتونه بر کسی دوست بشه، بر کسی دست بده، بر کسی بگرده. پدر حق نداره از لحاظ قانون را جلوگیری بکنه. اینها برده هم جنسگرایی را که اصلا کار خنزیر خوکه، از حیوانات تنها خوکه که مرد به مرد بالا میره و نزدیک میشه، نر با نر. خوکا اینطورن دیگه، تا سگ این کار هم نمی کنه. و اینها هم جنسگرایی را توی دارن تبلیغ میکنن توی همین محوره ها. مسلمان ها را وادار میزنه ها را اینها تعلیم میده که شما باید دوست داشته باشید. دوست پسر و دختران تشویق میکنن و اینها عرض کنن که به هم جنس بازی هم نشر میکنند. گناهی که حضرت لوط فرمود ما سبقكم بها من احد و لوط اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین. گفت شما به گناه میایید که هیچ یک از عالمیان این گناه را قبل از شما مرتکب نشده است. الله قوم لوط زمین بلند کرد و سرنگون کرد، سنگ باران کرد و برای همیشه گرفتار عذاب کرد که هیچ یکی از اون در نرفت از این عذاب پروردگار. اون این گناه ها را ترویج. مسلمان باید بیدار باشه، مسلمان باید هوشیار باشه، مسلمان برگرده به دینش، به آیینش، به شریعتش. احکام الهی را باید ما زنده بکنیم در زندگی. باید غیرت ایمانی ما به جوش بیاید. غیرت ایمانی ما باید ما را وادار کنه به عمل صالح، به نیکی. جوانان عزیز، راه نجاتمون به آنه که ما رب العالمین به دست بیاریم، خدای عز و جل را به دست بیاریم، رضایت پروردگار را بگیریم، بنده الله باشیم، الله را بندگی بکنیم و اتباع رحمت للعالمین سنت آن حضرت برای ما افتخاران. به خدا قسم هیچ افتخار بالاتر از دین و از شریعت اسلام و از قرآن و از سنت برای شما بالاترین افتخاری نمی بینم. لذا عامل باشیم به دین. حفاظ ما، من با ماشین می آمدیم و دوستان من عرض کردم که چه چیزی اینجا عرض بشه توی مسجد مشورت بدیم و یکی از عزیزان فرمود که همه ما امروز احساس خستگی میکنیم. من گوشم سنگینه، گاهی حرف عزیزان خوب متوجه نمیشم ولی اینطور متوجه شدم. همه ما احساس خستگی میکنیم و به هر حال چیزی که خستگی و پریشانی ما را برطرف بکنه. و امروز جهان، همه عالم اسلام و دنیا در احساس خستگی، احساس اضطراب، احساس ناکامی، احساس پریشانی میکنه. علاجش تنها یاد رب العالمین هست. دواش عمل، دواش تقوای و بالاترین سرمایه برای ما تقوا و پرهیزگاریه. ما وقتی احکام الهی را رعایت بکنیم، حق خدا و حقوق الناس را ما در نظر بگیریم توی زندگیمان، به حقوق مردم تجاوز نکنیم و ما وقتی که پرهیزگاری را چشممون، گوشمون، زبانمون را از گناه، همه اعضای بدن از گناه حفاظت بکنیم، باشیم متقی و این مایه راحتی برای ما. و ما میتوانیم در مقابل دشمنانمان، در مقابل همه ناهنجاری ها، همه مشکلات، ما میتوانیم ایستادگی بکنیم وقتی تقوا باشه. تقوا بالاترین قوته. صبر و تقوا، استقامت و تقوا، استقامت بر شریعت و دین و تقوا، پرهیز از گناه. مسلمانان، شما ببینید در صدر اسلام چنان واقعات متعدد ذکر و از آن جمله وقتی لشکر اسلام به شام آمد و دشمنان عاجز بود از مقابلهشون
گفت چه کار بکنیم؟ مشورت دادن که دختران برهنه بکنیم، به مسیر اینها بگذاریم. اینها زن و بچه هایشان جدا شدن مدتها و انسان هم غریزه داره و لحظه این دختران ببینن به اینها توجه میکنن و اینها سست میشه و زمان میشه اینها را شکست داد. دختران آرایش کردن و در مسیر این لشکر اسلام که وارد شام میشد قرار دادن و اونها وقتی این دختران دیدن و خبر شدن که شیطنت توطئه این دختران دیدن، اعلام کرد لشکر اسلام که و کل المؤمنین یغضوا من ابصارهم، مؤمنین باید چشمشون پایین بیاندازن. مؤمنین نباید به برهنگی نگاه کنند، مؤمنین نباید به آرایش زن بیگانه نگاه بکنه. مؤمنین نباید به زیبایی که او را بلا تشبیه جذب بکنه به اون نگاه کنه، چشم پایین می اندازه. اقتضای ایمانه و این دستور قرآن عظیم الشأنه. مراعات کردن مسلمان این دستور. همه لشکریان اسلام چشم پایین انداختن، سر پایین کردن، رد شدن و اونها گفتن با این نمیشه مقابله کرد. بدون مقابله تسلیم شدن و فیروزی ما به عمل کردن. یک حکم را از احکام الهی عمل کردن، فیروز شدن. و ما یک سنت را عمل بکنه فیروز میشیم. هر حکم از احکام الهی مایه فیروزی در دنیا و آخرت برای ما و شما. و لحاظا عزیزان من، ما باید دین محکم بگیریم، ما دین مضبوط بگیریم. دین رها نکنید، احکام دین رها نکنید. امروز نماز ضایعه. نماز چیزی که آن حضرت آخری لحظه هم به نماز تاکید کردند و از دنیا رفتن. بنده دیشب حدیثی را خواندم که آن حضرت آخری لحظه آن حضرت نماز را اقامه کردن، نماز را قائم کردن آن حضرت در دنیا. و هنگامی که رفتن نماز صبح بود، آن حضرت آمدن به دروازه حضرت عایشه صدا داد و دیدن تا آن حضرت ایستاده و از همین دروازه صدای این دروازه آشنا بودن. صحابه هرگاه که این دروازه صدا میداد صف میبستن برای نماز. از جلو آن حضرت از سمت قبله می آمدن صف اول و به جای نماز می ایستادن، به مصلی خود می ایستادن. و اقامت کننده هم وقتی میدید دروازه صدا داد اقامت شروع میکرد. صحابه با این صدای دروازه مانوس بودن، غمگینن، صحابه حزینن، نگرانن، پریشانن که مدتی رحمت للعالمین ندیدن. انقدر محبت آن حضرت در تمام وجود صحابه و دل صحابه مسلط بود، داخل بود که او عشق صحابه را به آن حضرت من و شما نمیتونیم اندازه بکنیم تا جایی که من و شما داشته باشیم. صحابه نگران بودن وقتی صدای دروازه را شنیدن، سر نماز بودن، اما چشمشون به دروازه را دیدن تا این خورشید عالمتاب، آفتاب عالمتاب و خورشید هدایت از دروازه طلوع کرده و آن حضرت داره تبسم میکنه، لبخند میکنه. چه زیبا بود لبخند رحمت للعالمین. چه زیبا بود او انسان هایی که لبخند آن حضرت را دیدن، حبیب خدا، خلیل خدا را دیدن. صحابه می فرمایند بس قریب بود که ما به فتنه گرفتار شیم، یعنی نماز ترک کنیم و به سوی آن حضرت هجوم ببریم و نماز نباید ترک می کردیم. لہذا آن حضرت صلی الله علیه وسلم تبسمی کرد. ابوبکر صدیق که نماز میداد ایام مریضی خواست تأخر بجوید، عقب نشینی بکنه که آن حضرت بیان مصلا، اشاره کردن که شما نمازتون تکمیل کنید. آن حضرت نماز خوانده بودن، در بستن و آن حضرت داخل در رفتن و همون روز بود که آفتاب بالا زد و خبر رسید که آن حضرت به رحمت حق پیوستن و به لقاء الله. آخرین لحظه نماز آن حضرت نگاه کرد، روی نماز صحابه لبخند کردن. جماعت برقراره،
نماز اقامه علمای بزرگوار، علمای گرامی، مردم عزیز، ما باید نماز اقامه بکنیم و بریم از دنیا. همه این مردم باید نماز بخونن، مردم زاهدال، مردم چابهار، کنارک، اینا باید صبح همه بیدار بشن و صف بکشن در مسجد و نماز ادا بکن. جای حسرت و افسوسه که مسلمانان نماز قضا میکنن، هزاران خانواده صبح خوابن، مادر و پدرم خوابه، بچه های بزرگم خوابن و بعض مادران و پدرم بیدار میشن، بچه ها خوابن و نماز نمیخوانن. این همه گرفتار عذاب قبر میشن مگر الله کسی را نجات بده. اما قانون پروردگار همینه که به گناه های بزرگ گرفت میکنه، به نماز گرفت میکنه. لہذا سروران گرفت دستور خدا داره میشکنه، فرمان الهی میشکنه، خدا نافرمانی میشه. حکم خدا در خانه مسلمان، در خانه ما شکسته شد. بچه نماز نخوان، زن نماز نخوان، در نماز کوتاهی کردیم، خواب میریم هر روز. حالا یک ماه اگر خواب بره انسان زیاد مضایقه نیست، نماز قضایی بیاره. اما نباید مسلمان خواب بره، همیشه نمازها را اقامه بکنه. علاج بزرگترین و بارزترین علاج شروع میشه از نماز. نمازها اقامه بشن و احکام ما در زندگیمون زنده بکنیم، گناه ها را ترک کنیم و توبه کنیم و رجوع صادقانه بکنیم، با محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیعت بکنیم، یعنی تصمیم بگیریم و اراده بکنیم که بر احکام اسلام عمل میکنیم، بر دین عمل میکنیم، دیگه کوتاهی نمیکنیم. کسی آمد، ما جای میرفتیم مسجد نماز خواندیم توی دروازه یک شهر خاص بود، گفت که من امروز گفت که این نماز من آمده اینجا با شما خواندم و من توبه کردم. قبلا گفت توبه کردم، من تازه که هیچ نماز تا حالا نخواندم و توبه کردم که از بعد در زندگی نماز قضا نکنم. شما من دعای خیر کنی، الله من کمک بکنه. گفت مبارکی برای تو. کسی نامه نوشته بود، جوانه، گفتم من تا حالا نماز نخواندم ولی الان تصمیم گرفتم که دیگه از این به بعد نماز من قضا نشه و نماز تا آخر العمر اقامه میکنم. مسجد نماز بخوانید عزیزان من، مسجد خانه خدایه، از خانه بنده و شما خانه خدا بهتره. در صف جماعت بخوانید، بر رکوع کنندگان و سجده کنندگان سجده بکنید و حضور پیدا بکنید. نماز در خانه مسجد بخوانید. امروز دو تا افسوس در دلم آمد، همین توی شهر آمدیم و خدمت حضرت مولانا بودیم و دو تا افسوس در دلم آمد. یک افسوس این شد که گفته زندگی مستعاره و این زندگی به پایان میرسه، تمام میشه. اگر ما از این زندگی استفاده نکنیم، مسلمان استفاده نکنن، چه ثروت کلانی را از دست دادن. و افسوس برای کسی که خدا او را زندگی داده، سلامتی هم بده، فرصت هم بده، عمل آماده نکنه و دست خالی به قبر بره. بدبختی و انسان عزیزان من، بدبختی. خدا من و شما را بدبخت نگردانه. کسی که فرصت داشته باشه انجام نده و بره به بارگاه رب العالمین، گناه هم بکنه و بار معصیت و گناه برداره بره. یکی بر این افسوس در دلم گذشت. و دومی افسوس بر کسی که ثروت داره، مال داره، پول الله به او داده و از این ثروتش برای آخرت هیچی با خود نبره، همه را بگذاره، تازه حتی نمیخوره و پسنداز میکنه و روزی که از این دنیا میری همه ثروتش میمانه، برای آخرت چیزی نبرده، برای آخرت ذخیره نکرده. همه را برای فرزندان. کسی را گفتم که شما این ثروت را جمع آوری کردید، مال آخر عمر شما دارید، میمیرید امروز و فردا. نمیشه گفت کسی را امروز و فردا، معنی همین حرفه. اگه امروز و فردا میمیره ناراض میشه، میگه نمیمیرم من. و لحظه گفته شما دارید میرید به دار آخرت و شما این ثروت
جمع کردید، هیچی با خود شما نبردید، نمیبرید، همه میمانن. شما از این ثروت با خود ببرید. کسی گفت که یک فرزندی آمد پیش من، جوان لایق و نمازی و صالح، گفت شما پدر من را نصیحت بکنه. پدر من این همه ثروت میلیاردی داره، خیلی ثروتمنده در شهر زاهدان. گفت پدر ما را نصیحت کنید که ما درسته دوست داریم که مال پدر برای ما بمانه، ولی ما دوست داریم که پدر از این ثروت چیزی با خود ببره. پدر برای ما را خدا روزی میده، همین که پدر جمع‌آوری کرده برای ما میمانه، ولی بخشی از این ما میخوایم پدر با خود ببره به آخرت. به راه خیر خرج کنه، به راه خدا خرج بکنه، به یتیم ها بده، به بیوه ها بده، به خانواده زندانی بده، به راه خیر مصرف کنه، درد پدر بخوره. و یه افسوسی که من از کردم در دل آمده اینه که انسان همه زحمت میکشن، همه را جمع‌آوری میکنن و میگذارند اینجا، محتاجن در قبر و آخرت و با خود به آخرت چیزی نمیبرن. و لحاظ این واقعا حسرت و افسوسه. لحاظ از زندگی ما برای آخرتمون چیزی آمادگی بکنیم، بپرستیم عمل خیر، ثواب، نیکی، خدمت خلقی که از بهترین اعماله. کسی برای دیگران فکر کنه، کسی برای دیگران خدمت بکنه، کسی به دیگران نفع برسانه، خیر برسانه، نیکی برسانه، از بهترین اعمال شما خدمت خلق، عبادت پروردگار. بعد از فرائض که انجام بدیم دیگه حتی از نوافل خدمت خلق بالاتر است و بالاترین اجر داره خدمت خلق. ما تنها در فکر خودمون نباشیم، در فکر نجات دیگران، در فکر نفع رسانی به دیگران، استفاده رساندن به دیگران باشیم و برای جامعه فکر کنیم، برای اجتماع فکر کنیم. و همواره بندگاه دانشجویان فرصتی رسیده و با هم صحبتی کردیم یه طلاب و توصیه همین بوده که شما درس برای خودتون نخوانید، برای جامعه بخوانید، خیر به جامعه برسانید، نفع به جامعه رسید. علماء ما، تحصیل کردگان ما، معتمدین و متلفظین، سایر کسانی که الله به اونا اندیشه عنایت کرده است باید در فکر جامعه باشید، دل بسوزن برای دیگران، دل بسوزن برای جامعه. این مهمی عزیزان من. بالاترین سروران گرامی، ثروت امروز به دست مسلمانانه که مسلمانان دایره آیین و کتاب و دینی هستند که همه جهانیان به محتاجان و نیازمندند. و لحاظا این علم، ما علم دین باید ما کسب بکنیم، علم شریعت کسب بکنیم. علم روز برای ما بسیار حیاتی و مهمه. ما دو تا علم میتوانیم، ما دو جهان باید بسازیم. کار ما بیشتر از دیگرانه. از ژاپنیا ما باید بیشتر کار بکنیم. ژاپنیا گفتم ما 3 شیفت کار میکنیم، 2 شیفت کار میکنیم، یعنی 16 ساعت کار میکنیم و به جایی که 8 ساعت جای دیگه کار میکنن تا کشورمون رو بسازیم. من و شما هم باید دنیا را مدیریت بکنیم و بسازیم، هم باید آخرت را، دنیای هم باید آباد را ما بسازیم، دنیای خوبی را بسازیم تا استفاده بکنیم، به دیگران استفاده برسونیم. نیاز شدید ما و مبرم ما به علوم دانشگاهیه و علم روزه. باید همه فرزندان ما بالاتفاق درس بخونن، تخصص کسب بکنن. ما باید هزینه بکنیم و خرج بکنیم که فرزندان ما برن در داخل ایران و کشورهای خارج، هر جایی که بهترین تخصص حاصل میشه آنجا بری تخصص حاصل بکنن. رشته های خوب را برای فرزندان ممکن نیاز جامعه از انتخاب بکنیم. همه مردم ما باید علم یاد بگیرن، سواد یاد بگیرن، تحصیل بکنن. هم علم شریعت و علم دین و علوم قرآنی را ما حاصل بکنیم، هم علم روز را، هم دنیا را بسازیم، هم آخرت را، دنیای صالح و آخرت دین کامل. و هم مدیریت بکنم مردم ما به ساختن دنیا و هم به آخرت.
و این توانایی را الله به بشر داده. این مزیتی که ما داریم دنیا نداره. هم دنیا را می سازیم هم آخرت را. هم دو علم داریم، علوم شریعت که ما را به خدا راهنمایی می کند، به کمال ما را راهنمایی می کنه، بشر را به کمال می رسانه و بشر را به وارستگی می رساند، و علمی که دنیای ما را آباد می کنه. و بدون این دوتا علم نه دنیای می تونه آباد باشه نه آخرت. و لحاظا تأکید بنده خدمت شما همه آن است که شما جوانان عزیز، شما مردم عزیز، باید فکر نسل آینده را بکنید، فکر خودتون را بکنید. نسل آینده باید با سواد باشه، با دانش باشه، با علم باشه، با عمل باشه، هم متدین و دیندار باشه و هم تخصص بالا کسب بکنه. علم حیاتیه. نامه داده بودن که بسیاری جا دختران نمیتوانند، نمیگذارند دختران درس بخونند. الحمدلله این مسئله حل شده. الان دانشگاه های ما دانشگاه های اسلامی هستند و دختران با شرایط اسلامی، با رعایت کردن پوشش اسلامی در علم میخوانند و هم شرایط بهرال دینی هم رعایت کنند. قرآن یاد بگیرن دانش آموزان ما، دانشجویان عزیز ما. قرآن اونا را از همه بلاها حفظ میکنه، از همه فتنه ها و آفت حفظ میکنه. امروز شرایط خوبی الحمدلله توی مملکت ما است و ما خدا را شکر میکنیم و هنوز انشالله شرایط الله بهتر میکنه. شرایطی است الحمدلله امروز که به هر حال خیلی از خواسته ها که در چارچوب قانون شما خواسته داشتید و حق و حقوق داشتید و دارید، الحمدلله امروز مدیران این مملکت و مسئولان نظام در فکرند که به هر حال شما به خواسته هایتون برسید. به خواسته هایتون شما دست حاصل بکنید. الحمدلله رئیس محترم جمهور همین مدت قبل مصاحبه کرده بود، ازشو سوال کردن در رابطه با حقوق اقوام و مذاهب و ایشون همین فرموده بود که من هنوز بر همون چیزی که در وقت انتخابات گفتم الان بر همون اعتقاد دارم. معتقدم که به اقوام و مذاهب بها داده بشه و حقوق قانونی اونها رعایت بشه و مشارکت داده بشه و الحمدلله تا حدودی هم داره دولت الحمدلله عمل میکنه. استانداری که در استان ما فرستادن بسیار انسان فرهیخته و توانمند است، از مدیران توانمند کشور ما است و الحمدلله در استان داره تغییرات شکل میگیره در جهت حق و حقوق اقوام و مذاهب و این مراعات حقوق اقوام و مذاهب و توجه به آزادی های لازم و آزادی های مذهبی مایه تقویت نظام و مایه تحکیم وحدت و مایه همدلی و همگرایی هست. جناب آقای مبارکی اینجا تشریف دارند و جناب آقای اجدری رئیس و مدیر عامل و معاون که یکی از همینی که الحمدلله دارم به فرزندان شما اعتماد میکنم، فرزندان منطقه و تلاش همینی که کار به دست افراد بومی که توانمندن واگذار بشه و شما هم خواسته تون در گذشته همین بوده و یک خواسته قانونی بوده، چیزی اضافه. همه ایرانیان حق دارن و ایران مال همه ایرانیان هست و الحمدلله فرمانداری را که اینجا فرستادن جناب آقای موهبتی که قرار بودم تشریف بیارد و برایشون جلسه پیش آمد، هم فرماندار بسیار خوبی است، از مدیران و فرماندار توانمندشون و با تجربه هست، تجربیات خوبی در گذشته داشته و انسان اعتدالگراست و
الان هم اینجا الحمدلله تا جایی که ما از مردم شنیدیم مردم رضایت دارن. معلوم میشه که اگر مسئول حرکتش خوب باشه مردم حمایت میکنن. و روی این نکته مهمی که ما باید آن را در نظر بگیریم اینه که امروز دشمن در تلاشه که اختلاف ایجاد بکنه، تفرقه ایجاد بکنه، جز استراتژی دشمن آن استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل میخوان مسلمانان اختلاف بیندازن و یک جایی که اونها چشم طمع دارن ایران و در ایران بیشتر در بلوچستان هست. اینجا با توجه به اینکه مرزها و موقعیت هایی که استان داره امیدوارم به اینکه اینجا اختلاف بیندازن. ولهذا ما تاکید همه ما هم جناب مولانا حضرت مولانا و بنده و دیگر پیشنمازان و علمای شما همینه که و همه اندیشمندانانه به این اتفاق نظر داریم ما اختلاف هیچ کس نداره که به اخوت و برادری حفظ بشه. راه ما راه اخوت هست، راه ما راه برادری هست، راه ما راه تفاهم و همدلی و همگراییه و با اختلاف و تفرقه سرسخت مخالفه. معتقدیم همه اختلاف را باید حل بکنیم، اختلاف هایی که در هر سطحی هست حتی خانوادگی با اختلاف حل بشه. شیعه و سنی و همه مذاهب و همه اقوام باید با گفتمان از راه تفاهم و از راه عاقلانه قانونمند مشکلاتشون حل بکنن. ما مسائلمون را از طریق قانون پیگیری بکنیم، از طریق گفتمان. و همه ما بالاتفاق مردم بلوچستان اکثریت قاطعشون با ناامنی مخالفند. معتقدیم که باید منطقه امن باشه، در سایه امن توسعه استان امکان پذیره، سازندگی انجام میگیره امکان پذیره، گفتمان در سایه امن، مذاکرات در سایه امن و امنیت بسیار حیاتی و مهمی برای منطقه. امنیت ثمرش برای همه هست، همه ما بهره‌مند میشه. اگر یک انسان بیگناهی از هر طرف کشته بشه مایه غم و اندوهی و ناراحتی هست. و لحظه به همه کسانی که درون مرز یا بیرون مرز صحبتهای ما را میشنوند، همه کسانی که فکرهای دیگه میکنند، پیام ما و حرف خیرخواهانه ما به همه آنه که بهترین راه گفتمانه و رهبندانی و کشتار و ترور و ناامنی نیست. عداوت و بغض را بیشتر میکنی خشونت، و ما خشونت در هر شکلی باشه خشونت هم ملامت میکنیم. و گفتمان و مذاکره را و صحبت را و وارد شدن از راه قانونی و از راه صحیح برای حق و حقوق، این را بهترین راه میدونیم. و به هر حال ما اهل سنتیم ولی با برادران شیعه اخوت اسلامی داریم. ما اهل سنتیم، حق و حقوقمون را از طریق قانون میخواهیم که به حق و حقوق ما توجه بشه، به آزادی مذهبی ما توجه بشه. این جز حقوق قانونی ما هستند. ما خلاف قانون چیزی را مطالبه نمی کنیم. جوانان ما، تحصیل کردگان ما شایستگی دارند، اینها را به همون مطابق با شایستگیشون کار گرفته بشه، بر ما اعتماد بشه، ما میسازیم. انشالله در سازندگی کشورمون صحیح میتوانیم باشیم. مایه عزت برای مملکت، مایه سربلندی برای مملکت میشیم و این اخوت جای دیگه هم میتوانیم برسونیم و ببریم. و همه ما باید برای اطلاع اسلام و اطلاع کشور تلاش بکنیم و کوشش بکنیم. و حضرت مولانا یادداشت دادن ظاهرا که افت تحصیلی بسیار شدید و وظیفه آموزش و پرورش بسیار بسیار سنگین. مدیریت جدید آموزش و پرورش الحمدلله
مدیریتی است که بسیار در فکری که افت تحصیلی را به نحو برطرف بکنه. هم آموزش و پرورش وظیفهش سنگینه و هم وظیفه والدین سنگینه، وظیفه علما سنگینه. همه باید دست به هم بدن، کمک کنند تا این افت تحصیلی برطرف بشه و جوانان ما روحیه حاصل بکنن. اساتید، مدرسین و معلمین هم کوشش بشه که معلمینی بشن که توانمند بشن و هر چه کار به دست خود مردم محلی سپرده بشه. تجربه همینه که هم اطلاعاتشون بیشتره، دلسوزی هم بیشتره و بیشتر میتوانن کار بکنن و انشاءالله این افت تحصیلی برطرف بشه و دغدغه رفع بشه. و بنده مجدد جا داره که همین معلمی که در یکی از شهرستان اخیراً ترور شد، به هر حال اظهار تأسف بکنم و کشتن اهل قلم، کشتن معلم، بنده عرض کردم اونجا که این سنگین ترین گناه و سنگین ترین جرم و این را به هر شکلی باشه ملامت میکنیم و محکوم میکنیم. گرچه کشتن هر انسانی را در هر لباسی باشه، در لباس نظامی باشه، انتظامی باشه، در لباس شخصی باشه، هر کسی به هر شکل دست دراز بکنه واقعا جرم هست و گناهه. اما خصوص اهل قلم و ما امیدواریم که از این حوادث بار دیگه ما شاهد نباشیم و تکرار نشه چنان حوادثی در منطقه و از زبان و قلم و انشالله به کار بیفتن و خشونت در هر لباسی هست و برای هر هدفی هست از منطقه چنان جمع بشه، اهل منطقه خودشون کمک کنن، مردم عزیز کمک کنن که امنیت حاکم باشه و همه ما آنچه که داریم در امکان انشاءالله در تلاش میکنیم برای این موضوع. الله تعالی همه مشکلات ها حل بکند و تفاهم بیاره. و من جا داره که تشکر کنم از حضرت مولانا که با این که علالت جسمی دارند و مریض حالند با این حال تحمل کردند و حرفهای شکسته ما را گوش دادند و توجه فرمودند و از علمایی که در این محفلن هم از همه شکر گزارم که درد دل ما را گوش کردم و از شما مردم عزیز، مردم دوست داشتنی چابهار، مردم متدین، الله تعالی شما مردم عزیز از ما نگیره و شما را همیشه الله تعالی معزز بداره و موفق بکنه که الله را بندگی بکنید و همه ما باید در فکر استان و در فکر کشور و در فکر چابهارمون باشیم. شهرمون که شهر و منطقه مون بسازیم و شهر و منطقه ما امن باشه. و من به همین عرایض شکستم صحبتم را به پایان میرسانم و چند جمله دعا میکنم و بعد انشاءالله نماز اقامه میشود. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على رسوله خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي، يا رب لك الحمد
كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا 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 ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. پروردگارا زندگی من را تلف کردیم و بالاترین سرمایه ما که عمر عزیز ما بوده است، پروردگارا این را در غفلت و در گناه و در تقصیر و در کوتاهی صرف کردیم و پروردگارا طاعت نتوانستیم انجام بدیم. بندگان نیک تو، بندگان صالح تو، اهل توفیق تو را بندگی کردن، رضایت تو را به دست آوردن، برای آخرتشون ذخیره آماده کردن، با دست پر به بارگاه تو آمدن، با دامان پر به بارگاه تو رسیدن یا میرسن، اما پروردگار دستهای من را خالی میبینیم، دامان من را ثواب و طاعت خالی میبینیم و بار معصیت و گناه و نافرمانی را سخت میبینیم و بزرگ میبینیم. پروردگار نادمیم، پشیمانیم، به بارگاه تو خجلیم، سرافکنده‌ایم به بارگاه تو، سر ما بلند نیست جلوی تو، به دربار تو سر ما افتاده و سرافکنده‌ایم، چون به رسالت و مسئولیت و وظیفه من عمل نکردیم. تنها و تنها امید من رحمت توه، الطاف تو و کرم تو، تنها و تنها پروردگارا امید ما و دست آورد ما الی رحمتای بی پایان تو. پروردگارا متوسل میشیم به نامهای نیکت، به رحمتت، به کرامت، به فضلت، به بذل و جودت، به اون رحمی که تو به بندگان داری، به اون متوسلیم، به اون رابطه‌ای که بین خالق و مخلوقه، به اون نظر لطف و کرمی که تو به جهانیان داری و خصوصا به العالمین کسانی که نسبت ایمانی و بندگی و اسلامی با تو دارن. پروردگارا به اون رابطه، پروردگارا ایمانی که با محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، امت ایشانی، ما امت حبیب توییم و امت خلیل توییم، به این رحمت و رابطه متوسلیم به دربارت. دربار کریم است، رحمت کریمه، رحمت ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین. متوسلیم از سر تقصیر همه ما درگذر بفرما، گناههای زندگی ما را عفو کن، از خطاهای زندگی و تقصیرات زندگی ما درگذر باش، ما را به کرامت عفو کن و ببخش و بر ما بذل و جود کن. پروردگارا ربا به ما در بقیه عمر توفیق بده که تو را به دست بیاوریم و رضایت تو را بگیریم و در جهت خوشنودی تو تلاش کنیم. ما را توفیق فرمان برداری و اطاعت عنایت فرما.
پروردگارا مرا در راه بندگیت موفق بدار، مرا صاحب حظ عظیم بگردان، مرا اله العالمین تو جز آل توفیق قرار بده. بنده که موفقه به رضایت کسب رضایت خدا و خوشنودی پروردگار. پروردگار محتاج توییم، تو کریمی، تو کرم داری، صاحب کرمی، صاحب احسانی. متوسل میشیم به رحمتهایت. مرا دریاب، مرا دریاب، مرا از شر نفس و شیطان حفاظت کن، مرا از اتباع هواهای نفسانی نجات بده، از دنبال روی شیطان، شیاطین جنی و انسی مرا نجات بده. مرا مسلمانان را توفیق بده که دشمنانشون را بشناسند و توطئه و نقشه های شوم دشمنان را هم بشناسند، فریب استکبار جهانی و دشمنان نخورند. مسلمانان دشمن شناسی و نقشه دشمنان آگاه بفرما. پروردگارا مرا بیداری اسلامی، بیداری دینی، بیداری اجتماعی نصیب بفرما. مرا بیدار بفرما، مرا صاحبان بصیرت بگردان، صاحبان بینایی بگردان. پروردگارا مرا دستگیری کن، دریاب و مرا از همه شرها، آفتها، فتنها حفاظت کن. پروردگارا الها هدایت عام و رحمت عام و مغفرت عامت را نصیب ما و همه مسلمین بگردان. پروردگارا رحمتی بر این منطقه و سرزمین نازل بفرما. ساحل ما را و استان اله العالمین، قسمت استان ما را، کل استان ما را و خصوصا این ناحیه را رحمت خاص نازل بفرما. پروردگارا ہمارا رجوع الله نصیب کن، ہمارا توفیق برگزاری نماز و اطاعت و فرمان برداری و خیر نصیب بفرما. پروردگارا الها ربا مردم ما را توفیق بده نماز اقامه بکنن و برن دنبال تحصیل و علم و دانش. چهره استان ما را تغییر بده، استان ما را توسعه نصیب بفرما اله العالمین، آباد بگردن. مردم ما را روزی حلال نصیب بفرما، مردم ما را سیر کن. پروردگارا بیکاران را مشغله، بی ازدواجان را ازدواج و دارای هر مشکلی کسی از الا مشکلشون حل بفرما. خدای دین و دنیای استان ما را آباد بگردان، استان و کشور ما را آباد بگردان. مردم ایران زمین هدایت بده و همه مسلمین دنیا را هدایت بده. پروردگارا مرده و زنده این دیار را رحمت بگردان و اله العالمین قبرستان را غریق رحمت کن. پروردگارا محبتت را در جز دلهای ما و مؤمنین و مؤمنات، کوچک و بزرگ، در دل همه محبت خود را داخل بگردان. پروردگارا همه را توفیق بندگی عنایت بفرما. مدارس ما را، مکاتب دینی و مساجد ما را، دانشگاه و مدارس آموزش و پرورش همه را آباد بفرما. علم و دانش آباد بفرما، علم و دانش رشد و ترقی عنایت فرما. همه گذشتگان پروردگار غریق رحمت بفرما. و مادر زن عزیز من جناب مولانا فناد را که اینجا مطالب هم عنوان کردن و ما تسلیت عرض کردیم خدمت ایشون، غریق رحمت بفرما. و پدر عیال عزیز من جناب مولانا محمد قاسم که ما در جنازهش توفیق شرکت نداشتیم و ایشان را غریق رحمت بفرما. همه گذشتگان که این زودی ها رفتن و گذشته رفتن، همه این قبرستان همه را رحمت خاص نازل بفرما، همه را مغفرت. علماء ما و اندیشمندان ما و
اله العالمین همه گذشتگان مغفرت بفرما، عاقبت همه ما را به خیر بفرما. مولانا ها که پایه بزرگی هستند و اله العالمین ایشون شفایشون عاجل و کامل بفرما و سلامتی و عمر به برکت و همه مریضان پروردگار شفا بده. اله العالمین جمیع کسانی که داره هر مشکلی مشکلاتشون حل بفرما. منطقه آزاد و سایر اینجا اله العالمین دیگه مسائلی که در منطقه هستند و مایه برای توسعه اقتصادی اینجا کار میکنن، ای الله اینها را در مسیر صحیح، مسیر درست ببر اله العالمین و منطقه را آباد بگردان و ترقی عنایت کن. پیشرفت ربنا تقبل منا، بی اولادانا پروردگار اولاد بده و زندانی هر وسیله آزادی فراهم فرما. هر کسی هر مشکلی داره پروردگارا مشکلاتش را حل کن. وصلى اللهم على ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه.